روز یکشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و داوطلب کرسی پرزیدنتی این کشور سابق پرزیدنت دونالد ترامپ از مردم آمریکا دعوت کردند که وحدت را حفظ کنند. یک روز پیش از آن در ایالت پنسیلوانیا دونالد ترامپ از یک سوءقصد جان به سلامت برد. اثنای حمله شام شنبه ترامپ از گوش راستش جراحت برداشته یک اشتراکچی جمع آمد به قتل رسید. جو بایدن دستور داده است که تفتیش مستقلی سوءقصد دایر شده کمبودی‌های خدمات امنیتی در عرصه انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر برطرف کردند. بر پایه اطلاع خدمات کشفی ایالات متحده آمریکا یا خود FBI، توماس متیو کروکسی 20 ساله مسئول سوءقصد بوده است که بعد طرف ترامپ و ازدحام جانبدارانش از سلاح آتشفشان تیر شده است. خدمات امنیتی با تیر جوابی او را محو کردند. پرزیدنت بایدن میگوید در امریکا رقابت‌ها و پیام‌های سیاسی خیلی گرم شدند و حالا وقتی رسیده است که آرامی حکم فرما گردد. در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی پروفسور متیو دالک پژوهشگر تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن تأثیر سوءقصد به جان دونالد ترامپ را چنین شرح داد. واقعاً موج همدردی و دستگیری طوری بود که همانگونه ادامه می‌کند. و فکرم مثل آن بسیاری ها سوءقصد به جان ترامپ و به وجه عموم خشونت سیاسی را محکوم خواهند کرد. تأثیر میانه مدت و یا دراز مدت آن را نمیتوان پیش بینی کرد. خیلی دشوار است. سببش هم این است که در عصر 20 سوءقصد به جان نامزدها و یا پرزیدنت‌ها حتما باعث افزایش دستگیری سیاسی آنها نشده است. تدی روزولت از تیر به قفس سینه‌اش جان به سلامت برد. او معرکه سیاسیش را ادامه داد ولی بعداً در انتخابات پرزیدنتی ناکام شد. سال 1950 پرزیدنت امریکا هری ترومن هدف سوءقصد قرار گرفت. مردم گمان داشتند که همدردی به او امکان می‌دهد که حزب دموکرات در انتخابات میانه دوره پیروز می‌شود. ولی این حزب در انتخابات شکست خورد. یعنی نمی‌توان چیزی را قاطعانه تاکید کرد. این را هم باید گفت که عادتاً خشونت یک طرف باعث خشونت طرف دیگر می شود. درست؟ این خیلی نیست که حمله خشونتبار به وقوع پیوست و در پی آن وضع آرام و خشونت سیاسی قطع می گردد. با فکر من حمله وضع کشور را در چند ماه آینده باز هم ناگوارتر خواهد کرد. سپس همکارم تود پرینس از پروفسور دالک پرسید که درباره وضع کنونی مردم سالاری یا خود دموکراتی آمریکایی نگرانی وجود دارد؟ خوب، وضع دموکراتی در امریکا در حالتهای زیاد نااستوار است. من 10 سال گذشته را در نظر دارم. هر سال کمی بیشتر و بیشتر نااستوارتر می شود. از این نکته نظر مثل سالهای 60 قرن گذشته است. مسئله ها کاملا فرق دارند. بازیگران صحنه کاملا دیگرند. کشور دیگر است. اما نااستواری و خشونت سیاسی مثل آن دوره است. میدانیم این کوشش های سوءقصد به جان ترامپ در جای خالی به وجود نآمده است. خشونت سیاسی خیلی زیاد است. کشتار دست جمعی در بوفالو یا الپاسو یا پیتسبورگ و یا 6 ژانویه سال 2021 در واشنگتن یا بیشتر از آن خشونت سیاسی در سال 2017 در شارلوتسویل رو به یاد آورید. خلاص به نظر می رسد که خشونت و اکستریمیسم خشونتبار رو به افزایش است. تشکر از دانشمند آمریکایی متیو دالک که به سوال‌های رادیو آزادی درباره تأثیر سوءقصد به جان دونالد ترامپ به انتخابات پرزیدنتی و فضای سیاسی در آمریکا پاسخ داد. و خبری آخرین از آمریکا این است که امروز در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین انجمن حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا دایر می شود و احتمال در آن دونالد ترامپ رسما نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات پرزیدنتی آمریکا می شود. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.